بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران مسلمان، امروز میخواستم در مورد یکی از سیاست های نوی رژیم رحمانوف، سیاست این حکومت که از طریق ملاها پیش گرفته است، صحبت داشته باشم. این رژیم قاتل و ظالم امروزها یک سیاستی را در پیش گرفتگی است که یک عده ملاهای ساخته یا ملاهای فریب خورده، یا اینکه اینا را مجبور میکنن، یا اینکه در حقیقت اصل راه درست نفهمیدند، راه دین درست نفهمیدند. به هر حال اینها را در فضای مجازی بیرون میکنن تا اینکه از این طریقه برای خود این رژیم ظالم یک نوع پوشش دینی قرار بده از طریق ملاها. چرا؟ به خاطر اینکه الحمدلله ملت تاجیکستان، مردم شریف تاجیکستان اکثرا مسلمان هستند. احساس ایمانی اسلامی در وجود اونها هست. این حکومت میخواه به این واسطه، به این طریقه مردم قناعت بده و برای مردم ایره نشان بده که این سیاستی که این رژیم در پیش گرفته است سیاستی مشروع است و سیاستی است که اسلامی را تایید میکنه. سیاستی نو این رژیم، سیاستی نو این رژیم خونخوار و قاتل، خاصتا از طریق ملاهای فریب خورده، نه برای اصلاح دینی است، نه برای رساندن پیام دین، نه برای غمخواری به دین است، بلکه برای تثبیت و برای پابرجاماندن قدرت سیاسی خود است. در فکر دین مردم نیست. از این طریقه کوشش میکنه یک نوع چهره قانونی، یک نوع چهره مشروع برای خود بسازه، تا اینکه به سرکوبی این ملت دوام بده، تا اینکه به بی‌عدالتی دوام بده، تا اینکه به نقض حقوق مردم همیشه دوام بده. برای این سیاست های نامشروع خود یک نوع توجه پیدا کنه و مردم قناعت حاصل کنه. در اینجا دین معیار عدالت نیست در پیش اینها، چون که اینا دین قبول ندارن، بلکه در اینجا دین یک وسیله، یک ابزار برای پوشانیدن امی سیاست نامشروع اینها است، برای پوشانیدن ظلم اینها است. چون که مردم مسلمان هستند، میخوان از این طریقه مردم قناعت بدهند. پس مردم عزیز، ملت شریف تاجیکستان باید بدانند که ظلم، ستم هرگز با تغییر چهره ها پنهان نمی شود. جنایتی که این خونخوار، این قاتل در حق این ملت انجام دادگی است، با تغییر چهره ها هرگز فراموش نمی شود و پنهان نمی مانه. بیرون کردن ملاهای فریب خورده اگر برای حق و عدالت نباشد، اینم یک نوع نیرنگ و فریب دیگر است که این حکومت در پیش گرفتگی است. حاکمی که پروای دین مردم نداره، حاکمی که همه سیاست هاش به ضد دین است، سیاست های ضد دینی دارد، آشکارا قانون بر ضد دین اسلام میبراره. اینجاست که در این سیاست خود میخواه برای ظلم خود یک پوشش قرار بده. حاکمی که همه سیاستاش به ضد دین است، این حاکم نه خادم شریعت است، نه خادم دین است و نه نگهبان مردم است. همیشه در فکر باقی ماندن همین نظام نامشروع خود است. اگر این سیاستی در پیش گرفته این نظام ظالم توسط ملاها به خاطر پوشانیدن ظلم و بی‌عدالتی خودش نباشد، پس چرا ملاهایی که واقعا برای مردم حق میرسونند، ملاهایی که واقعا عدالت میخواهند، ملاهایی که واقعا میخواهند دین برای مردم برسد، دینی که انبیا او را آورده است برای مردم برسد، چرا اونها زندان هستند؟ چرا اونها از کشور بیرون هستند؟ چرا اونها را نمیگذاره که بیان حق کنند؟ کسایی که خودش میخواه و کسایی که به منافع و منفعت این نظامی نامشروع صحبت میکنند، اونها را میگذاره صحبت کنند. الله عزوجل عدالت را دوست میدارد، اما نه اینکه دین ابزار و وسیله برای پوشانیدن ظلم و بی‌عدالتی خود بگردانی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.